یکی از حق و حقوقی که همسر زن بر گردن مرد دارد سلام کردن هست. سلام کردن محبت آفرین هست، محبت ایجاد میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شما به جنت داخل نمیشوید تا اینکه ایمان بیاورید و ایمان نمیآورید تا اینکه همدیگر را دوست بدارید. و آیا راهنمایی بکنم شما را بر عملی که وقتی اون عمل را انجام بدید همدیگر را دوست می‌دارید؟ افشوا السلام بینکم. افشوا السلام، بین برادران مسلمان سلام زیاد بکنید. اولاترین کسی که سزاوار است که بر او سلام بکنیم چه کسی هست؟ همسر هست. از کجا میگیم؟ دلیل من چیست؟ فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه. در سوره نور هنگامی که بر خانه هاتون وارد میشید سلام بکنید. سلامی از جانب الله، سلامی که الله به شما دستور داده سلام بکنید. سلام رو از آنها محروم نکنید. طیبه مبارکه طیبه، این سلام برکت آفرین است، پاک هست. و در شرح این آیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و در تفسیر آیه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ یا بنیه، به انس بن مالک میفرماید ای فرزندم سلم علی اهلک یکن سلامک برکتا علیک و علی اهلک. وقتی به خانه ات وارد میشوی بر اهلت سلام بکن که اگر چنین کردی برکت بر تو و بر خانوادت نازل میشود. مگر ما دنبال برکت نیستیم؟ مگر گله و شکایت نداریم که برکت از